السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسئله امروزه در مورد آواز زن است که آیا از نگاه شریعت آواز زن عورت است یا نه. مختصراً 4 مذهب اهل سنت و الجماعه بر همین متفق هستند که آواز زن عورت نیست، یعنی که زن میتواند هنگامی که غیر محرم او را میشنود برایش اجازت هست که گپ زند. شرط یگانه این است که وقتی که او نیاز دارد که با یگان غیر محرم گپ زند باید با آواز عادی خود گپ زند و حتی اگر تواند تا یک درجه یعنی جدی گپ زند و با آواز شیرین و نرم و میل دهنده گپ نزند. این جوابی مختصر است. والله اعلم. اکنون به تفصیلات این مسئله نظر میکنیم. اولا ما 3 آیت های قرآنی رو نظر میکنیم. آیت یکم از سوره الاحزاب می باشد. آیت 32 چنانکه که در اینجا میبینید این تفسیر القرطبی می باشد و در اینجا آیه قرآنی ذکر شده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ترجمه: ای زنان پیامبر، شما مانند دیگر زنان نیستید اگر از الله بترسید، پس به نرمی سخن نگویید تا آنکه مردی که در قلب او مرضی هست به طمع افتد و سخنی پسندیده بگوید. علما میفهمانند که در این آیت الله سبحانه و تعالی به زنان طرز گپ زدن را با مردان بیگانه یعنی با غیر محرمان میفهماند. پس میبینیم که الله تعالی نمیگوید که با مردان گپ نزنید، یعنی آوازهای خود را پنهان دارید. این طور نمیگوید، بلکه وقتی که نیاز به گپ زدن شد با نرمی گپ نزنید. و چنانی که در اینجا میبینید عباره تفسیر القرطبی را امام قرطبی نیز همین گپ را میگوید. اگر من مختصر کرده با شما بگویم، میگوید که لا تلن القول، یعنی که زنان مؤمنه هنگام گپ زدن با غیر محرم باید آوازهای خود را نرم و شیرین نسازند، چنانی که این عادت زنان دوران جاهلیت بود و چنانی که این عادت زنان موریبت و مومیست می باشد، یعنی زنان فاحشه، یعنی که زنان بیراه، زنانی که به فحش و میل دارند. آنها چی عادت دارند؟ وقتی که با غیر محرم گپ میزنند قصداً آوازهای خود را نرم و شیرین میسازند، چنانی که یعنی ما هم یعنی میبینیم در دوران خود که میخندند با غیر محرمات تا اینکه غیر محرم را یعنی مرد بیگانه را به خود جلب بکنند، به خود میل بدهند. برای همین از این کار منع شده است. و چنانی که در اینجا میبینیم از گپ زدن منع نشده است، اما از گپ زدن با آواز شیرین و نرم منع شده است. این چنین در سوره الاحزاب از آیت 53 ما یک نقطه را میگیریم، یک قسمت آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید: و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. ترجمه: و اگر از زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید، این کار هم برای دلهای شما و هم برای دلهای آنها پاک دارنده تر است. پس میبینیم که الله سبحانه و تعالی در اینجا یک صحنه را با ما پیش میکنه که مثلا وقتی که به دادن یا گرفتن چیزی نیاز شد از پشت پرده پرسید. علما می نویسند که اگر به استفاده کردن آواز برای زن اگر ممانعتی می بود، یعنی اگر نهی می بود، الله تعالی در همین جا یا اینکه به مانند همین خل آیات ها منع میکرد، نهی میکرد، اما نکرد، بلکه در اینجا یک شرطی را مقرر کرده است و شرط همین است که باید از پشت پرده پرسیده شود یا اینکه داد و گریفت کرده شود، یعنی که زن و مرد بیگانه نباید با همدیگر اختلاط کنند، اما می توانند با همدیگر گپ زنند وقتی که چیزی را نیاز داشته باشند. و این چنین یک آیت دیگری که علما در این موضوع پیش میکنند، این آیت یکمی سوره المجادله یا المجادله می باشد که الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر. ترجمه: بشک الله سخن زنی را که درباره شوهرش با تو جدال میکند و به الله شکوه میکند شنید و الله گفتگوی شما را میشنود، زیرا او شنوا و بیناست. این آیه در مورد خوله بنت ثعلبه هست که وقتی که شوهرش با او زهار کرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده شکایت کرد. اما بحث ما درباره حکم زهار در اینجا نیست.
اما ما از این آیت این نقطه رو میگیریم که آواز زن عورت نیست، چون که اگر عورت می بود پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن این زن رو نمیشنید، بلکه به همین زن امر میکرد یا میگفت که با واسطه یکم محرمش سوال کند، یا اینکه مثلا با او میگفت که به نزد امهات المؤمنین به نزد زنانی پیامبر صلی الله علیه و سلم رود و سوال خود را بکند یا اینکه شکایت خود را بکند. اما یعنی این فقط یک مثال نیست، ما از سیرت و از احادیث خیلی مثال های داریم که صحابیات یعنی زنان صحابه رضی الله عنهم مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکردن و حتی یعنی مثال های داریم که در داخل حدود شریعت صحابه و صحابیات با همدیگر گپ میزدن. خب اکنون بعضی حدیث ها رو نظر میکنیم. من برای شما حدیث ها رو خوانده، ظاهری حدیث ها رو خوانده به شما حکم استخراج نمی کنم، بلکه من برای شما تشریح علمان حدیث رو پیش می کنم، چون که طریقه علم همین هست، طریقه فتوا دادن، طریقه فهمیش فقه همین هست. ما نباید ظاهری آیت های قرآنی رو خوانده، ظاهری احادیث رو خوانده حکم استخراج کنیم. برای فهمیش درست رو دریافت کردن ما باید به علمان تفسیر مراجعت کنیم برای آیت های قرآنی. برای احادیث ما باید به علمان حدیث و به فقیهان مراجعت کنیم و به تشریحات آنها. ما نباید به عقلها و به فهمیش های خود اعتماد کنیم، چون که ما مجتهد نیستیم، ما به آن درجه نرسیده ایم که ما بتوانیم که یعنی به طریق درست از نصوص شرعی، از منبع های شریعت حکم استخراج کنیم. ما باید مراجعت کنیم به علمانی که علاقه، به مجتهدینی که علاقه این کارها را کردن، انجام دادند. پس من 2 حدیثی که به شما پیش میکنم برای فهمیش این احادیث، من از تشریح امام ابن حجر العسقلانی رحمه الله و این چنین از تشریح امام ابو زکریا النووی پیش میکنم. این از کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری از امام ابن حجر العسقلانی رحمه الله که یکی از بهترین شارح کنندگان صحیح البخاری می باشد و در این کتاب باب بیعت النساء آمده است، یعنی که باب بیعت کردن زنان، یعنی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم. و در اینجا چنانی که می بینید در اینجا این حدیث هست: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا، الممتهنة الآية 12. قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. یعنی که در اینجا عایشه رضی الله عنها میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که زنان با او بیعت میکردن، یعنی که فقط با کلام بیعت کردن، یعنی دست به دست نشدند، چنانکه مردان دستهای خود را به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم میدادند، بیعت میکردن. زنان این طور نکردن، فقط یعنی با زبان، با کلام بیعت دادن و یعنی به همین آیتی که به الله چیزی را شریک نسازید. و در اینجا واضح میگوید که دست پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز دست یک زن نامحرم رو نرسیده است. و نقطه مهمی که ما از این حدیث میگیریم این است که امام ابن حجر رحمه الله میگوید که وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة، که در این حدیث اشاره هست و ما از این حدیث دلیل میگیریم که گپ زدن با زنی اجنبیه، یعنی که با زنی بیگانه، با زنی غیر محرم، یعنی آوازش رو شنیدن این مباح هست، یعنی این جایز هست و آوازش عورت نیست. برای چی؟ چطور امام ابن حجر این رو استخراج کرد؟ چون که در حدیث یعنی آمده است که صحابیات رضی الله عنهن که با پیامبر صلی الله علیه و سلم محرم نبودن، آنها با پیامبر صلی الله علیه و سلم گپ میزدن در هنگامی یعنی بیعت دادن. پس این نقطه رو ما یعنی اشارتا دلالتا ما استخراج میکنیم که گپ زدن با غیر محرم، با زنی غیر محرم یعنی جایز هست وقتی که یکم ضرورت باشد، یکم حاجت باشد، نیازمندی باشد، یعنی این جایز هست. و این چنین اگر ما شرح امام النووی رو هم نظر کنیم، یعنی به مانند همین گفته هست، چون که در اینجا میبینید این شرح صحیح مسلم می باشد. باب کیفیت بیعت النساء، بابی که چطور پیامبر صلی الله علیه و سلم با زنان بیعت کرد. و در اینجا هم به مانند صحیح بخاری یعنی حدیث می آید والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه و سلم ید امرأة قط، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دست یکم زنی بیگانه نرسیده است، هرگز نرسیده است، یعنی بغیر از اون که
با زنان با کلام بیعت میکرد. و در اینجا امام نووی یعنی چند نقطه ها را از این حدیث استخراج میکند، یعنی میگیرد. میگوید که مثلا فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. یعنی که نقطه یکم این است که وقتی که زنها صحابیات رضی الله عنهن با پیامبر صلی الله علیه و وقتی که بیعت میکردند دست به دست نمیکردند، یعنی که فقط با کلام بیعت میکردند. اما وقتی که مردان، وقتی که صحابه رضی الله عنهم بیعت میکردند با پیامبر صلی الله علیه و هم با کلام و هم دست به دست میکردند. و این چنین میگوید که وفيه أن كلام الأجنبية يباه سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة. و این چنین از این حدیث ما این نقطه رو گرفته میتوانیم که با اجنبیه، با زنی بیگانه گپ زدن و آواز او رو شنیدن یعنی جایز هست وقتی که یکم نیازمندی باشد. عند الحاجه یعنی که یکم حاجت باشد، یکم ضرورت باشد. و این یعنی ضروری نیست که ضرورتی مرگ و هلاکت باشد، یعنی که کلامی بیهودگی نباشد، یک کلامی باشد که مفید باشد، برای یکم نیازمندی، برای یکم داد و گرفت باشد. و آواز زن عورت نیست. پس امام نووی هم در شرح خود همین یعنی قول را دارد. اکنون دوباره برمیگردیم به فتح الباری. در اینجا یک باب دیگر هم هست، باب الحراب و الدرق یوم العید. و در اینجا یک حدیثی هست که من مختصرا به شما پیش میکنم تا اینکه به فایده و نقطه اصلی همین حدیث داخل شویم. عایشه رضی الله عنها روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز به نزد من داخل شد وقتی که در نزد من دو دخترها تغنیانی به غنای بعث، یعنی که سرودهای بعث را سرودخوانی داشتند. و پس پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی چیزی نگفت، به فرش خود رفته در آنجا خواب کرد و روی خود را گرداند. و پس از این ابوبکر رضی الله عنه داخل شد، فانتهرنی، یعنی که عایشه رضی الله عنها میگوید که ابوبکر من را جنگ کرد و گفت که صداهای شیطان در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که ابوبکر رضی الله عنه چون که پدر عایشه رضی الله عنها بود دخترش را تا یک درجه جنگ کرد، گپی سخت گفت که برای چی، یعنی به این اشاره کرد که برای چی این دو دخترها در اینجا سرودخوانی دارند در یعنی خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم. و وقتی که این طور گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم روی خود را به ابوبکر رضی الله عنه گرداند و گفت که بگذارشان، یعنی بگذار، دعهما، یعنی بگذار این دو دخترها را که سرودخوانی دارند. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. و عایشه رضی الله عنها دوام میکند میگوید که وقتی که یعنی وقتی که ندید من تیزکک یعنی چی کردم به این دو دخترها اشاره کردم و آنها خارج شدند. پس مسئله اصلی این حدیث من میدانم که در اینجا مسئله سرودخوانی هم پیش می آید، شاید با شما سوال خلق شود، اما این مسئله یک روزی دیگر هست. مسئله امروزه در موردی آواز زن هست که از این حدیث یعنی ما گرفته می توانیم که اگر دو دخترها در نزد پیامبر اگر سرودخوانی کردن آوازهای آنها بلند شد و پیامبر صلی الله علیه و نهی نکرد، منع نکرد، این به این اشاره میکند. و حتی که وقتی که ابوبکر رضی الله عنه داخل شد و خواست که این چیز را بس کند و پیامبر صلی الله علیه و به ابوبکر گفت که یعنی به ابوبکر این کار کرد که بگذار آنها را با کارشون استند، یعنی این به ما اشاره میکند که یعنی این کار جایز هست و پیامبر صلی الله علیه و منع نکرده است. و به همین نقطه است که امام ابن حجر اشاره میکند، چنانکه که در اینجا میبینید میگوید واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره، واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم. یعنی که از این حدیث دلیل گرفته می شود، بعضی ها دلیل گرفتند بر جواز شنیدن آواز جاریه در وقتی سرودخوانی، گرچند که اگر مملوکه نباشد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شنیدن ابوبکر یعنی این کار نکرد. یعنی که اگر ما فرض کنیم که این خاصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که با پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی با ابوبکر هم این کار نکرد، نگفت که ای ابوبکر خارج شو که در اینجا زنها هستن، آوازهای زنها هست، بلکه وقتی که ابوبکر خواست که این کار رو بس کند به خلاف ابوبکر یعنی این کار کرد. ابوبکر را گفت که یعنی آنها رو بگذار به کارشان. خوب، و اینها یعنی آن دو زنها آن دو دخترها دوام کردن تا وقتی که عایشه رضی الله عنها یعنی به آنها اشاره کرد که به آنها خارج شدند.
و در اینجا یعنی که گرچند که این جایز هست، این فقط در آن وقت هست وقتی که خودی مرد حس میکند که خودش از فتنه خالی هست. یعنی این کلام امام ابن حجر در همین جا به انتها میرسد والله اعلم، اما با ما اشاره میکند که وقتی که مرد خودش حس میکند که یعنی در دلش یک میل پیدا میشود یا میل میکند، طمع میکند، خودش باید یعنی خود را از آنجا دور کند. خب یعنی که این فقط در همان حالت های جایز میشود که یعنی زن میداند و مرد میداند که فتنه نمیشود. خب این بود بعضی از حدیث هایی که یعنی همچون دلیل پیش می شوند و علاوه از این حدیث ها دیگر دلیل ها هم هست، اما من نمیتوانم که تمامی دلیل ها را یعنی در همین یک ویدیو پیش کنم. مثلا امام ترمذی در الجامع خود یک حدیث را روایت می کند که یک زن سیاه‌پوست به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد بعد یک غزوه هایش و با پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که ای رسول الله، من نظر کرده بودم که اگر خداوند تو را سالم برگرداند، من پیش تو دف میزنم و سرود میخوانم. و پیامبر صلی الله علیه و آله به او یعنی گفت که اگر تو نظر کرده باشی بزن و اگر نه نزن. یعنی که این کار جایز هست. اگر کار جایز نمی بود، حتی اگر انسان نظر هم کرده باشد، نمیتواند که نظر یعنی از سببی که نظر کرده است کار ناجایز را انجام بدهد. پس چون که یعنی آواز خود را استفاده کردن، آواز خود را ظاهر کردن با یعنی در پیش غیر محرم چون که کار جایز هست، پیامبر صلی الله علیه و آله به او اختیار داد و گفت که یعنی اگر تو نظر کرده باشی پس بزن و زن. و این صحابیه با پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی محرم نبود، اما چون که نظر کرده بود با پیش پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی دف زد. و یعنی این حدیث دوام دارد. اما حتی یعنی شارح جامع ترمذی، یکی از شرح کنندگانش، امام مبارک فوری در تحفة الاحوذی میگوید که در این حدیث دلیل هست که آواز یعنی شنیدن آواز زن جایز هست اگر از فتنه خالی باشد. یعنی که بخلاف این چیز، یعنی که اگر مرد فتنه یعنی حس کند میل شود، به مرد در آن وقت یعنی حرام می شود که این آواز رو بشنود. اما حکم عمومی برای زن چیست؟ که برای زن جایز هست که آواز خود را ظاهر کند، آواز خود را یعنی استفاده کند در جامعه. فقط یک شرط برای زن همین هست که باید آواز خود را قصداً نرم و شیرین نکند و قصداً این یعنی نیت را نکند که مرد را به خود میل کند. و برای مرد همین شرط هست که مرد وقتی که حس کند که میل می شود باید یعنی شنیدن را بس کند. خب من اکنون به شما گفته بودم که 4 مذهب اهل سنت بر همین فتوا متفق هستند که آواز زن عورت نیست. پس نظر میکنیم یکی از کتاب‌های فتوای مذهب حنفی را. این از کتاب رد المحتار على الدر المختار از امام ابن عابدین الشامی رحمه الله که یکی از مفتیان بلند مرتبه ترین مذهب حنفی می باشد. وفاتش سال 1252 هجری می باشد. در اینجا هنگامی که عورت زن را ذکر می کند، در آخری همین بحث بعضی استثناءات را ذکر می کند، یعنی که می گوید که کدام جایها عورت نیست. پس در اینجا می گوید که وصوتها معطوف على المستثنى یعنی انه ليس بعوره على الراجح، یعنی که در مورد آواز زن این هم مستثنا هست، یعنی که این هم استثناء کرده می شود، این هم عورت حساب کرده نمی شود و این طبقی قول راجح می باشد. و این اشاره به چیست؟ این اشاره به این گپ هست که در مذهب حنفی و در دیگر مذهب ها هم بعضی علما بودند، بعضی فقیهان بودند که می گفتند که یعنی آواز زن عورت هست و بعضی دلیل های خود را پیش می کردند. اما این یعنی قول راجح نیست، این یعنی فتوای مفتى به نیست، فتوایی نیست که دلیلش قوی باشد. پس در مذهب حنفی و دیگر مذهب ها هم فتوا بر همین قول هست که آواز زن یعنی آواز عادیش، آواز سادهش یعنی عورت حساب نمی شود. و بعدا می گوید که نغمة المرأة عورة و تعلمها القرآن من المرأة احب، یعنی که نغمه کردن یعنی که سرود خواندن یا آهنگ خواندن زن، یعنی که هر کاری که زن بکند که آوازش را بلند و پست و باریک و دراز بکند، زیبا بسازد، یعنی این آواز بعد عورت حساب می شود. چون که این آواز یعنی عادی یا اینکه آواز ساده اون نمی باشد، قصداً یعنی آواز خود را زیبا می سازد، پس این است عورت. و برای همین است که می گوید که بهتر است که زن یعنی حتی
یعنی آموختن قرآن رو، طرز خواندن قرآن رو هم از زن، از یعنی معلمه زن بیاموزد. یعنی این بهتر هست برای چی؟ برای آن که وقتی که ما قرآن میخوانیم باید یعنی تا یک درجه آواز خود رو بلند و پست کنیم، یعنی که یعنی احکام تجوید رو رعایت کنیم و این چنین قرآن رو با ترتیل، با زیبایی یعنی قرائت کنیم. پس وقتی که این کار رو ما یعنی وقتی که این کار رو ما در نزد یک معلم مرد کنیم این درست نمیشه، چون که آواز ما شاید یعنی زیبا شود و ما آواز خود رو شاید زیبا بکنیم و دراز و پست کنیم. اما اگر یعنی اگر شاگردی باشد که یعنی یک صنف شاگردانی باشد که زن باشند و در پیش یگان قاری صاحب اگر قرائت کنند، بعضی وقت می شود در مدرسه ها که از پس پرده یعنی یک کس برای امتحان کردن حفظ یا اینکه برای امتحان کردن قرائت بعضی وقت یعنی استادی قاری می باشد و از پس پرده یعنی میشنود یا اینکه امتحان میگیرد از شاگردان. پس در آن وقت یعنی زن میتواند که در نزد مرد قرائت کند، در پیش یعنی یک استاد مرد قرائت کند، اما باید آواز خود را زیبا نکند، باید کوشش کند که با آواز عادی قرائت کند و یعنی تا قدری ضرورت بکند. و از همین سبب هست که میگوید که نبی صلی الله علیه و سلم فرموده است که التسبیح للرجال و التسفیق للنساء، که یعنی هنگامی که امام در جماعت خطا میکند مردها میتوانند که یعنی تسبیح بگویند، یعنی که تا اینکه امام را از خطاش آگاه بسازند، اما زنها باید چی کنند؟ تسفیق کنند، یعنی که دست خود را به دست خود بزنند. یعنی که این عموما در این زمانه نمی شود، چون که زنها یعنی از پشت مردان نمی باشند، در یک اتاق نمی باشند، در یک خانه نمی باشند، عموما در یک اتاق دیگر می باشند. اما یعنی وقتی که یک جای باشند و اگر زنی بخواهد که یعنی امام را از خطاش آگاه کند، باید یعنی دست خود را بر دست خود بزند و یعنی آواز خود را استفاده نکند. پس این هم یعنی از جهت چیست؟ از جهت بهتری است. یعنی که این حکم نماز هست، اما این حکم نماز به این اشاره نمی کند که آواز زن عورت هست چنانکه که بعضی ها دلیل میگیرند، بلکه این به آن اشاره می کند که در درون نماز همین حکم هست و این به آن اشاره می کند که بهتر هست که وقتی که زن نیاز ندارد به آواز خود را استفاده کردن، مخصوصا در بین یعنی اینقدر زیاد مردان، آواز خود را استفاده نکند. و بعدا عباره امام ابوالعباس القرطبی رو می آورد و از همین هم دلیل می گیرد. در اینجا چون که عباره خیلی دراز هست من برای شما مختصر کرده می گویم که در اینجا می گوید که این نجیز الكلام مع النساء للاجانب و محاورتهن عند الحاجه الى ذلك ولا نجیز لهن رفع اصواتهن ولا تمطيطها ولا تلينها، یعنی که ما اجازت میدیم به مردانی بیگانه که با زنان گپ بزنن، یعنی که آوازهای آنها رو بشنون، این باقی ندارد، با همدیگر کلام بکنن، یعنی که در وقت حاجت، در وقت یکم نیازمندی، یکم گپی باید مفید باشد، یکم نیازمندی باشد، یکم ضرورت باشد، بیهودگی نه. یعنی که چنانی که متاسفانه در زمانه ما یعنی جوانان به همدیگر زنگ زده و گپ میزنن پیش از نکاح کردن، این جایز نیست. خب اما یعنی چنانی که در جامعه داد و گرفت می شود و خرید و فروخت می شود، یعنی این جایز هست. و میگوید که اما ما چی رو اجازت نمیدیم؟ ما اجازت نمیدیم که آوازهای خود، یعنی بر زنان این جایز نیست که آوازهای خود را بلند بکنند و آوازهای خود را دراز و کوتاه کنند، یعنی دراز کنند و باریک کنند و یعنی نرم کنند و غیره و کنده کنده گپ بزنند، چون که لما فی ذلک من استمالة الرجال الیهن و تحریک شهوات منهن، یعنی که چون که این چیزها سبب می شود که یعنی شهوت را یعنی حرکت می دهد شهوت آنها را و آنها را به زنان میل می سازد. پس یعنی این بعضی مثال های هست که در اینجا پیش می کند. یعنی حکم همین هست که زن نباید این طور گپ بزند که یعنی مرد را به خود میل بکند، به خود جلب بکنند، چنانه که یعنی در بیرون زنان اگر ره میگردند یکم جا میروند، یعنی نباید آوازهای خود را یعنی بلند بلند گپ زنند و بلند بلند بخندند و شوخی و یعنی این خیلی بلند بلند بکنند و آوازهای خود را دراز و شیرین و غیره بکنند. این جایز نمی شود. تا وقتی که زن عادی به آواز ساده خود، به آواز عادی خود گپ بزند، یعنی مسئولیت خود را پوره میسازد. و بعداً اگر بعد از این یگان کس بگوید که تو حتی که کوشش هم نکنی آواز تو خوشروی هست، آواز تو نرم هست، این یعنی گناه در سر زن نمی باشد، بر سر همون مرد می باشد.
اگر زن کوشش خود را میکند و با آواز عادی خود صحبت میکند، اگر مردی در دلش میل داشت باید او مرد گوش کردن را بس کند، چون که این مسئوله یعنی به هر دوی طرف هست، هم نیمش یعنی نصفش بر طرف زن هست و نصف این مسئولیت بر طرف مرد هست. زن تا قدری که برایش ضرورت هست کوشش میکند و بعد از آن یعنی مرد مسئولیت دارد که خود را از آن جای دور کند، اگر یعنی ضرورت ندارد برای گوش کردن گوش نکند. خب اکنون اگر عباره فتح القدیر را هم نظر کنیم از امام الکمال ابن الهمام رحمه الله، در اینجا هم این چیز یعنی ذکر شده هست که یعنی آواز زن عورت نیست، اما چی عورت هست؟ نغمه کردن یا اینکه سرود خواندن، زیبا کردن آوازش عورت حساب می شود. در اینجا میگوید و یعنی میگوید که بنابراین درس خواندن، تعلیم گرفتن قرآن، آموختن قرآن از زن یعنی از استاذای زن بهتر می شود و بعداً حدیث رو می آورد. خب تا اینجا من برای شما 2 عباره مذهب حنفی رو پیش کردم و در دیگر کتاب های مذهب حنفی که کتاب های فتوا می باشند در آنها هم همین فتوا ذکر شده است که آواز زن عورت نیست. اکنون من برای شما 2 کتاب رو پیش می کنم، 2 مصدر رو پیش می کنم که یعنی در این 2 کتاب یکمش الفقه الاسلامی و ادلته می باشد و دویمش موسوعه الفقه الاسلامی می باشد. هر دوی این کتاب ها فتوای 4 مذهب را جمع کرده اند و یعنی اگر یکم فرقیت باشد بین مذهب ها آن را یعنی روشن میسازند، ظاهر میکنن. پس در اینجا چنانی که میبینید صوت المرأتی در مورد آواز زن 4 مذهب چی فتوا را دادن و کدام مذهب فرق میکند. در اینجا نوشتند که و صوت المرأتی عند الجمهور لیس بعوره، یعنی که نزد جمهور علما آواز زن عورت حساب نمیشود. و برای چی میفهمونن؟ لأن الصحابة كانوا يستمعون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة أحكام الدين، لكن يحرم سماع صوتها بالتطريب والتنغيم ولو بتلاوة القرآن بسبب خوف الفتنة. چون که صحابه رضی الله عنهم آنها یعنی صداها و آوازهای زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشنیدند تا اینکه از احکام دین خود با خبر شوند. اما چی یعنی حرام میشود بر مرد؟ یعنی شنیدن آواز زن در آن وقت حرام می شود وقتی که آواز زن یعنی دراز و کوتاه کرده شود و سرودخوانی باشد و آهنگخوانی باشد، نغمه خوانی باشد، حتی اگر تلاوت قرآن هم باشد، یعنی تلاوت قرآنی که زیبا کرده باشد، در آن وقت هم شنیدن آواز زن بر مرد چی می شود؟ حرام می گردد. در آن وقت آواز زن عورت حساب می شود، نه در وقتی که زن با آواز عادی خود صحبت می کند. چون که وقتی که زن آواز خود را زیبا می سازد در آن وقت چی است؟ خوف فتنه هست. و بعدا میگوید که و عبارة الحنفیه الراجح ان صوت المرأة لیس بعوره، یعنی که در مذهب حنفی کم ترک یعنی اختلاف معلوم می شود، اما یعنی فتوای راجح، فتوایی که یعنی از جهت دلیل بلندتر هست و قوتمندتر هست، قوت دارد و فتوا بر همان فتوا هست، این همان قول هست که آواز زن عورت نیست. و در همین کتاب هم همین حکم آمده است، حکم صوت المرأة که صوت المرأة لیس بعوره لکنه فتنه، یعنی که آواز زن عورت نیست اما یعنی احتمال فتنه دارد. وقتی که زن، در اینجا من مختصر کرده بفهمونم، وقتی که زن گپ میزند اگر آواز عادی خود را استفاده نکند، اگر یعنی چی کند آواز خود را یعنی نرم بسازد و شیرین بسازد و بخندد و شوخی کند، یعنی این خیل آواز سبب فتنه می شود. پس زن باید کوشش کند که وقتی که یعنی حاجت به گپ زدن باشد باید تا قدری ضرورت با آواز جدی و ساده خود گپ بزند و یعنی در همونجا گپ زدن رو بس کند. این بود فقط بعضی عباره های مذهب حنفی و دیگر مذهب ها و 4 مذهب. یعنی عباره ها در این مورد خیلی زیاد هستند و خیلی واضح هستند. یعنی امام نووی مثلا از مذهب شافعی در شرح مسلم خود یعنی صراحتا گفته است که ان الكلام الاجنبيه يباه سماعه عند الحاجه وان صوتها ليس بعوره. همین لیس بعوره معنایش همین هست که عورت حساب نمی شود. چنانه که من به شما نشان دادم امام ابن حجر اسقلانی هم از مذهب شافعی می باشد همین گپ را گفته است. و مثلا در مذهب مالکی امام دسوقی هست رحمه الله که در حاشیه خود گفته است که و فی المذهب ان صوتها لیس بعوره، یعنی آواز زن عورت نیست. در مذهب مثلا حنبلی امام ابن مفلح رحمه الله در کتابش الفروع نوشته است که ولیس صوت الاجنبیه عورة على الاصح، یعنی که بر طبق قول اصح یعنی صحیح تر فتوا همین هست که آواز زن عورت نیست.
خب من برای شما خلاصه این مسئله را به 3 نقطه پیش میکنم. اولا این است که از جهت شریعت، از جهت حکم شرعی و فقهی، آواز زن عورت حساب نمی شود و این یعنی اشاره به آواز عادیش می باشد. آواز عادی را وقتی که استفاده می کند، به سادگی گپ می زند، حتی جدی گپ می زند، این آواز یعنی عورت حساب نمی شود، خواه اگر مرد مایل هم شود. چون که من چنانی که گفتم زن مسئولیت خود را پوره می سازد و مرد اگر گرچندی که زن یعنی تمام کوشش خود را بکند و مرد باز هم مایل شود، این مسئولیت مرد می شود که باید گوشهای خود را بپوشاند یا اینکه از آنجا دور رود. چون که زن کوشش خود را می کند. این یعنی مسئولیت، این فرضیت فقط بالای شانه های زن نمی باشد. این مسئولیت هم بالای شانه های زن و هم بالای شانه های مرد می باشد. چون که مثلا در مورد حجاب زن می تواند که تمام بدن خود را بپوشاند، اما باز هم یک مرد می تواند که مایل شود. پس این مسئولیتی هر دویشان می باشد که زن باید تا قدری که شریعت برایش گفته است تا همان قدر کوشش کنند و یعنی باقی مانده این مسئولیت بالای مرد می باشد. تا وقتی که زن آواز عادی خود را استفاده کرده برای قدری ضرورت گپ بزند، این یعنی گناهکار نمی شود. نقطه دوم این هست که وقتی که زن سرودخوانی می کند یا اینکه تلاوت قرآن را می کند و آواز خود را یا هر کاری که می کند آواز خود را اگر زیبا بکند و دراز و کوتاه بکند، یعنی جایز نمی شود که آواز خود را به غیر محرم ها ظاهر کند و اگر ظاهر کند و آنها مایل شوند یعنی گناهکار می شود زن. چون که یعنی مسئولیت خود را و یعنی فرضیت شرعی خود را، دینی خود را پورا نساخت، خلاف دینی خود کار کرد زن. خب این بود نقطه دوم. و مردی که این آوازی نرم یا اینکه سرود را یا اینکه تلاوت قرآنی را اگر گوش کند، گرچندی که زن هم گناهکار می شود، مردی که گوش می کند آن هم گناهکار می شود. و نقطه سوم این هست که وقتی که زن آواز عادی خود را استفاده می کند، آواز یعنی نرم نمی کند، قصداً جلب کننده و خندیده و غیره گپ نمی زند، باید کوشش کند که تا قدری ضرورت و برای ضرورت، برای یکم کاری مفید، مثلا یعنی برای بعضی وقت زنها یوتیوب می داشته باشند و هر خیل یعنی قصه ها را میکنند و نقل ها را میکنند، یکم ضرورت نیست، بلاگ میکنند و اوقات پزی میکنند، این کارهای ضروری نیست و باید کوشش کند که آواز خود را این خیل در جامعه پهن نکند و یعنی نباید به گوشهای غیر محرم برسد، چون که این کاری مفید هم نمی باشد. اما اگر مثلا چنانی که شما میدانید، یعنی من هم این صفحه یوتیوب را برای آن دارم، برای چی؟ برای امرهای دینی. و حتی من هم یعنی اگر در دولتی که من زندگی میکنم در اینجا طالب علم و علما خیلی زیاد هستن، پس در دولت خودم من در اینجا این خیل کارها را نمیکنم چون که ضرورت نیست. الکی زیاد مردها هست، الکی زیاد یعنی طالب علم هست. من وقتی که زنان رو درس میدهم یعنی پوشیده در یک شبکه پوشیده آنها رو درس میدهم، در یوتیوب این خیل درس هایم رو نمیگذارم. اما چون که متاسفانه در دولت ما، در دولت تاجیکستان، این یعنی ضرورت هست که یعنی هم زنان هم مردانی که مخصوصا طبق مذهب حنفی جواب میدهند و درس میدهند، یعنی برای آنها ضرورت هست. پس برای همین هست که من از یعنی اولا استادهایم و دوم از شوهرم یعنی اجازت گرفته در این شبکه یعنی با آوازم درس میدهم. خب این بود 3 نقطه مهمی که زن باید در نظر بگیرد، در فکرش بگیرد برای همین مسئله. والله سبحانه و تعالی اعلم و علمه اتم و احکم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.